با سلام. موزیک حلال رسون از آرش سرطان. شاقی بدتر اومده آمارت طوری که شایان کیهانی با اینکه رپ نمیخونه و پاپ میخونه اونم میکند. حتی اون که رپ نمیخونه اونم آره. از خدا که ما دعاشت باشیم یهو شخ کنی بشه کانالت قاطی. خدا که ما دعاشت باشیم وقتی که تو داری راست میکنی کمکت کنیم که وقت نری قاطی باقالی ها. تنها مشکلش اینه که بازم چک میخواد. سراغ امجای تو چالشات 5-6 سال پیش اینا توی ترکی گفته بوده که نمیدونم چکیت میکنم و فلان و اینا. بعد حالا میگه مثل اون موقع بازم چک میخواد. تنها مشکلش اینه شما خوش دلتون بچی میدم کلتو بکنن تو کف تیمون بشی. جیدال موهای فرفریش تو به چی دلت خوشه میدم کلتو بکنن تیمون بشی. پا به خفتت خوبه دعایی کردن تو کونه ترک میدیم خیس میشه مد کردن با چوشولش. کونه تو چوشولش خب قافیه نداره ولی خیلی زوازه منفی 18 بودن اوکیه. بعد چی مد کردن با چوشولش. آره زن دوست دخترش البته زنش هم که نشد در نهایت. جیدال مدگل آبگوش چیه کسنک مومن؟ یعنی این چرت و پرتا چیه میگی؟ آبگوش چیه میگی؟ این ترکات چیه توش؟ آبگوش چیه کس نگو چرت و پرت نگو. تقصیرتون نیستا گندتون مومنین و یه دونه رو من نفهمیدم. کلا تاثیرگذارترین آهنگ عمرمه. شاشیدم تو پایدار هرچی خواهی مال گایده شده رفته هرکی با ایناست. پایدار رو هرچی خواهی ماله شاشیدم رو همه‌شون گایده شده رفته هرکی با ایناست گایدیمش. اکیپشونو میگه پونیا. ببین اوبی میدی تا اونه تو فوری انگوش کن کونت همین که گمه. اوبی یعنی کونی. ببین کونی تو اونش رو پس میدی انگوش کن کونت. تو اونش رو پس میدی فوری انگوش کن کونت همین که گمونو بخوری. همین که گو خوریمونو کنی انگوش کن کونت. بعد آره شروع کن خوردن. حلال و سون وه 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 دیدم به دای حلالم کن. حلال و سون حلال و سون حلال و سون میدم بیارم برات کون پایدار گیرونه می الان میگم منش چی میشه هموزی ننگی یس. خب گیرنوین می بیا پایدار بیا عرفان پایدار بیا با من زیر بارون قدم بزنیم اموزی ننه به همراه ننه تو. بعد اون آخرش هم یس مثلا پایدار دیگه مثلا گایدش اونجوری جواب میده میگه یس آره باشه به همراه ننم میام زیر بارون با تو. آره یس. خب اینم ریمیکس حلال رسون بود از آرش سرطان. یه دیس فوق‌العاده قوی و به نظر من بهترین درکش هم بوده. حتی توی تهران سان که خیلی سایت مطرح آنچنانی نیستش مثلا این اینا 1 میلیون بازدید خورده که فوق‌العاده است برای آرش سرطان. اما خب به هر حال پولی براش نداره تهران سان گویی خورده. خب به هر حال این بود ترک فوق وحشیانه حلال رسون از آرش سرطان و دیس به پایدار بود. بیتش هم همچنان اینه اونه که حلال رسونه که خب فقط کجای تو گو
جلوم داری راه زیاد ولی پشتم میری بخور کجای تو بنگ. فقط همین فوشش بود ولی تو این کلا به رگبار بس این شد یه حلال رسون درست حسابی نمون. بعد دیگه این بیتش هم اینه، همون حلال رسونه جناب حسن بابا زده بود و خیلی بیت خفنی هم بود. یه ریمیکس درست حسابی بازبینی شده درست حسابی بود. تمام.